وقتی پایه‌های صندلی می‌لرزد، تبر به دست‌ها ناگهان نجار می‌شوند. آنها که دیروز در صف اول منتقدان بودند و از تغییر می‌گفتند، امروز که بوی سقوط به مشام می‌رسد، نگران نظام شدند. مناظره‌ها نه برای بیداری که برای لالایی بود، لالایی آرامی برای جامعه‌ای که نباید بیدار شود. حقیقت تلخ اینجاست: برخی نه با ظالم که با سود حاصل از بودن ظالم پیوند خوردند. برای اینها براندازی یعنی پایان دکان نقد مجاز. بیایید صادق باشیم. وقتی فشار دیگ بخار زیاد می شود، دو راه وجود دارد: یا انفجار یا باز کردن سوپاپ. مناظره های این روزها دقیقاً همان سوپاپ هستند. سیستم به منتقد اجازه می دهد تا خط قرمزها را کمی جابجا کند، از فساد بگوید و حتی به بالاترین مقامات تشر بزند. چرا؟ چون مخاطب خشمگین وقتی می بیند حرفش از زبان یک نفر در قاب تلویزیون گفته می شود، بخشی از خشمش تخلیه می شود. این یک فریب کلاسیک است: تبدیل اعتراض خیابانی به تماشای جنجال تلویزیونی. آنها به شما حس تغییر می دهند بدون اینکه سر سوزنی تغییر در واقعیت رخ دهد. اما نکته عجیب اینجاست: چرا این منتقدان که تا دیروز از تغییرات ساختاری حرف می زدند، حالا که بوی ناپایداری و سقوط می آید، ناگهان ترمز می برند؟ جواب در یک کلمه است: منفعت. بسیاری از چهره‌ها حیاتشان به وجود همین ساختار گره خورده است. آنها در نقش منتقد مجاز هم از توبره می‌خورند و هم از آخر. آنها برند خود را روی نقد این رژیم ساختند. اگر رژیمی نباشد، آنها دیگر منتقد خاص نیستند. آنها فقط آدم‌های معمولی در میان میلیون‌ها نفر دیگر خواهند بود. برای اینها سقوط یعنی پایان اعتبار، پایان دسترسی‌های ویژه و پایان دکانی که به نام مردم باز کردند. حالا نوبت به آخرین برگ برنده میرسد: ترس. در دقیقه 90 مناظره، وقتی همه راه‌ها به بنبست میرسد، منتقد وفادار نقابش را کنار میزند و میگوید: بله، اینها بد هستند، اما اگر بروند ایران سوریه می شود. اگر اینها بروند تجزیه می شویم. اینجاست که می فهمید هدف مناظره نقد ظالم نبوده. هدف ترساندن مظلوم بود. آنها با استفاده از واژه‌های مقدسی مثل امنیت و ایران می خواهند شما را متقاعد کنند که بین بد و بدتر باید به همین بد موجود تن بدهید. این منتقدان نگهبانان غیر رسمی همان دیوارهایی هستند که ادای تخریبشان را در می آوردند. در نهایت این مناظره ها نه نبرد عقیده ها که نبرد برای بقاست. یادتان باشد کسی که نانش را از نقد کنترل شده در می آورد هرگز نمی خواهد آن سفره جمع شود. حقیقت ماجرا این است که در روزهای سخت مرز بین منتقد حکومتی و مدافع حکومتی پاک می شود. آنها هر دو در یک کشتی نشستند و وقتی که کشتی سوراخ می شود، همه با هم برای وصل زدنش بسیج می شوند. سوال نهایی این است: آیا ما باز هم بلیت این تئاتر تکراری را می خریم یا وقت آن رسیده که پرده ها را برای همیشه بالا بزنیم؟